توی این قسمت یاد بگیریم که انیمیشن ها رو چگونه جابجاشون بکنیم و مشخص کنیم کدوم انیمیشن کی ظاهر بشه و کدوم در چه زمانی. من اینجا از انیمیشن وایپ استفاده میکنم و جهتشون رو به این سمت تنظیم میکنم و میگم همه شما افتر پریویوس ظاهر بشید و یک مقدارم تأخیر داشته باشید. حالا اجراش میکنم تا نتیجه رو با هم دیگه ببینیم. میبینیم که اینها همشون به ترتیب ظاهر میشن در صورتی که قرار بود نام شاعر و عنوان این بالا از همه زودتر ظاهر بشه. برای اینکه این مشکل برطرف بشه از حالت نمایش خارج میشم، این عنوان رو انتخاب میکنم، میبینی که در انتها قرار گرفته، روش کلیک میکنم و میکشم میارم بالا قرار میدم. این نباید اول باشه، بلکه تصویری که نام شاعر هست باید بیاد بالا. انتخابش میکنم، اون رو بالای همه قرار میدم. حالا دوباره اجراش میکنم. میبینید که این بار درست شد و ما تونستیم حرکت ها رو جابجا بکنیم. هر کدوم از این حرکت ها، اسلاید ها و انیمیشن ها شما میتونید انتخاب کنید با درگ کردن محل قرارگیری و ترتیب اونها رو اصلاح کنید. ببینید چه اتفاقی افتاد. الان من کلا ترتیب رو به هم ریختم. ترتیب اولیه درست بود. چرا این کارو کردم؟ به خاطر اینکه شما متوجه بشین که میتونید خیلی راحت اینا رو جابجا کنید. من با دکمه آندو همه رو به حالت اولیه خودشون برمیگردونم. اگه خواستین ببینید ترتیب درسته یا نه، اینها همه رو انتخابشون میکنید. یه گزینه آن کلیک رو میزنید. از روی شماره ها تشخیص میدید که آیا ترتیب درسته یا نه. شماره ها فقط زمانی ظاهر میشن که آن کلیک روشن باشه و با کلیک موس هم اجرا میشه. بعد از اینکه مطمئن شدید شماره ها درسته، روی افتر پریویوس کلیک میکنید و کار شما به اتمام میرسه.